سلام علیکم به همگی. میخوام امروز محصولی را پیشنهاد شما نمایم که نارسایی آن در ارگانیسم با سستشوی ایمونیته، ریزش موی سر، خشکشوی پوست، دفرماسیون ناخن‌ها، پیرشوی برمحل، پسشوی تستوسترون یا اینکه ضعیفی مردانگی و دیگر بیماری‌ها ورود می‌رساند. زینک اسنسیال یا اینکه میکروالمنت حیاتاً مهم بوده در ارگانیسم وظیفه‌های خیلی زیادی را اجرا می‌کند. زینک تل لیمفوسیت و چیتوکینین را زیاد نموده مقاومت ارگانیسم را با بیماری‌های گوناگون زیاد می‌کند، یعنی که ایمونیته را بلند می‌بردارد. زینک همچنین تستوسترون را در مردان زیاد نموده باعث زیاد نمودن قوه مردانگی می‌گردد. زینک ترافیک موی‌ها، پوست و ناخن‌ها را زیاد می‌کند. همچنین زینک را در مدیسین کوفاکتور فرمن ها می نامند که در ترکیب زیاده 300 فرمن وجود دارد. نارسایی زینک باعث ضعیف یا اینکه سست شوی فونکسی این فرمن ها می گردد. زینک در ارگانیسم در مبادله متابولیسم تمام ماده ها اشتراک می کند. زینک برای هر یکی ما خیلی مهم است. کدام در زینک در کار باشد، امریکانسکی فرما میروی برند نمره 1 مرحمت نویسه با نرخ ارزان.